هر چیزی که میگیم مشترک یعنی بین ورودی و خروجی مشترک. از اون ورودی میگیریم نه خروجی. نه ورودی میدیم نه خروجی. مدار ما اینه. خب خیلی مدار سادهش اینه. چرا در کلکتورش مقاومت نذاشتیم؟ میذاشتیم چی میشد؟ بله. این هدف از کلکتور مشترک الان در آخر توضیح چی هست؟ میبینید که گذاشتن مقاومت در اون کلکتور نه تنها به هدف ما کمکی نمیکنه، بلکه سبب میشه شما نتونید جریان بیشتری از این بگیرید. چرا؟ چون سوینگ خروجی رو کم میکنه. سوینگ یعنی چی؟ یعنی خروجی جلسه اکتر گفتم دیگه از مقدار دیسیش بتونه تا ماکسیموم بره و تا مینیموم بیاد. مینیموم عدد این دوتا از دیسی تا ماکسیموم تا مینیموم یا بگیم ماکسیموم سوینگ خروجی. شما کی میتونی ماکسیموم سوینگ رو داشته باشی؟ اینجا نگاه کنید. این تا کجا میتونه بالا بره وقتی مقاومت نیست؟ اینجا 0.2 باید بیفته دیگه. VCC منهای 0.2 میتونه بالا بره. ولی اگر مقاومت میذاشتید چی؟ یه مقدارش میافتاد رو ما. پس گذاشتن مقاومت داره سوینگ رو کم میکنه. من به خاطر بهتره که مقاومت نذاریم اگر در کار بود. الان که بهره رو می‌نویسم ببینید که در خیلی از جاها به خصوص در ترکنده‌های عملیاتی به جای آرئی دوست داریم که بار فعال بذاریم. خب ولی خب بار فعال هم بذارید بالاخره یه مقاومتی داره دیگه. فرض کنید این مقاومتی که برای هم بار فعال باشه. حالا در ادامه می‌بینید که چرا بار فعال بذاریم بهتره. بار فعال بذاریم یعنی مقاومت آرئی بزرگ بذاریم دیگه. معنیش در ایکس. نهایتا این مدار ماست، این آر یک، آر دو، آر ای برای بایاس و ایناست. میخوایم ببینیم که بهره این مدار چه نمیده. یعنی وی او به وی آی رو میخوایم حساب. مدار معادلش رو کشیدم. این از نظر ایسیه که اینجا میشه زمین آر یک و آر دو موازی میشن. چون وی آی مستقیم به بیس وصله دیگه اینو در محاسبه بهره نکشیدم چون هیچ کمکی هم به محاسبه این بهره ما نمی‌کنه. اینجا آر ای وی آی مستقیم یاد میشه. آر ای از گره بین بیس امیتر دیگه، بین کلکتور امیتر دیگه آر ای اینجا هست. آر او اینجا هست. چون یه سرش به زمینه که کلکتور از نظر ایسی زمینه، یه سرش هم به آر ای وصله. آر ای هم یکی سرش به زمین وصله. آر او و آر ای با هم موازی هم میگیم. آر او ببینید بین آر او رو بخواستم بکشم بین اینجا و اینجا هست. ولی اینجا هم زمینه، پایین هم زمینه. پس آر او با آر ای موازیه. من دیگه اینو بالا نکشیدم. آوردم پایین بکشم که از نظر ایداری هم در واقع آر ای موازی با آر او رو شما راحت به راحتی بتونید بگید. اینا رو موازی کردم، اسمشو گذاشتم آر پریم. مدار من شده این. در اینجا یه دونه KCL نوشتم، یه وی پای بر آر پای از اینجا میاد، یه جی ام وی پای از اینجا میاد، جمعشون میره داخل آر. خب در واقع الان من وی او رو بخوام بنویسم میشه این جریان زد در مقاومت دیگه، آر پریم زد در جریانش. از طرفی میدونم که وی پای هست، یه سر مثبتش وی آیه، سر منفیش وی او دیگه. پس وی پای میشه وی آی منهای وی. این وی پای رو اینجا جاگذاری کرد. خب در اثر وی آی و وی او جاگذاری کردم. همه چی شده وی آی وی او و مقاومت های وجود در مدار. این ضرب میشه به وی او با علامت منفی. این آوردم این طرف، از وی او فاکتور گرفتم. یه یک گرفتم، این ضریب رو داره نوشتم. وی آی هم که فقط این ضریب رو داره نوشتم. وی او به وی آی میشه این ضریب تقسیم بر این تقسیم کرد. بهره ما حسابش. خب فقط به جای یک بر آر پایی که اینجا وجود داره گذاشتم جی ام بر بتا دیگه. آر پای هست بتا بر جی ام. عکسش میشه جی ام بر بتا. داخل پارانتز رو نگاه کن. یه جی ام به اضافه جی ام بر بتا است. میشه جی ام دیگه. بتا خیلی
اینجا هم جی امه به اضافه جی ام بر بتا است. اونا رو نوشتم خود جی ام. پس بهره کل مدارنای شدن به جای آر پریم هم آر ای موازی آر او رو گذاشتم. خب بهره من شد. الان اگر این ظریف این عدد نسبت به یک خیلی بزرگ باشه که بستگی به آر ای داره، اگر آر ای شما بزرگ باشه اون وقت آر ای موازی با آر او هم عدد بزرگیه، به یک جی ام هم ضرب بشه باز نسبت به یک عدد بزرگیه، بهره شما میشه یک. پس در بیشترین مقدار ممکنش بهرهش یک، چون همیشه این یک اینجا دارید، در بیشترین مقدار ممکنش بهرهش یک. اگر آر او خیلی، اگر این شرط برقرار باشه، این کی میتونه برقرار باشه؟ وقتی که آر ای خودش از جنس آر او باشه. اگر آر ای مقاومت پسیو باشه، آر او مقاومت ترانزیستور مقاومت اکتیو نمیتونه به آر او برسه. شما پسیو بخواید اونجا بذاری، سوینگ اجازه نمیده شما اینجا 100 کیلو بذاری. کل من به باتری که داریم مثلا 10 ولته، 10 ولت هم تازه داریم مدامشون خیلی زیاد مدام شما امروز حالا مثلا 15 منهای 15 30 ولت هم تحمل میکنه، ولی برای امروزی که خیلی پیش کم هستن خیلی منبع ها باتری ها کوچیک شده. حالا شما 30 ولت هم بگیری اینو 100 کیلو بذاری 1 میلی آمپر هم جریان نمیتونه ازش بگیری. خب پس مقاومت پسیو بذاری در رنج 5 کیلو 2.5 کیلو اوم است. در اون حالت این شرط برقراره، این بهره میشه یک. ولی اگر بتونیم اون وقت ببینید این شرط باید برقرار باشه تا ماکسیموم بهره رو از این بگیری که یکی. خب ولی اگر آر ای رو بار اکتیو بذاریم، یعنی این کارو بکنیم، به جای این منبع جریان بذاریم، مقاومتش خیلی بزرگه، خودش از جنس آر اوه، با آر او هم موازی بشه، نهایت بذاریم مثل آر او سوم، آر او دوم، یه همچین چیز دیگه نمیشه مقاومت‌های زیر 10 کیلو. اون وقت این شرط خیلی با تقریب خوبی برقراره، اینم خیلی نزدیک یکی. به همین خاطر دوست داریم که به جای آر ای هم یه منبع جریان یا بار فعال قرار بدیم. نهایتاً این بهرهش یک در بهترین حالت. مگر اینکه یه جای شما خودت بخوای نصفش کنی، دو درمش کنی، زیر است. خب یکی به چه دردی میخوره؟ در تقویت کننده به چه دردی میخوره؟ اول بگید مقاومت ورودی، مقاومت خروجی و ورودی اینو چطور حساب کنیم؟ ورودیش چقدره؟ مقاومت ورودیش قبل از اینکه بریم مقاومت ورودی این عین مقاومت ورودی چیه؟ امیتر مشترکه دیگه. درسته. مقاومت خروجیش هم الان حساب می‌کنیم. خب شبیه بیس مشترکه ولی باز می‌نویسیم به حساب. این بیس مشترک هست دیگه، درسته؟ مثل بیس مشترکی هستش که RC نداره. برید اونجا نگاه کنید، RC رو بذارید صفر در. همون رابطه RC رو بذارید صفر. ببینید چقدر در. ولی بهره یک به چه دردی می‌خوره الان؟ این هم اصطلاحاً میگن که نقشی که در مدارهای مجتمع داره نقش بافر. بافر یعنی چی؟ چطوری میکشیدیم بافر رو؟ این معنی چیه؟ در چیزا مدارنشی اسم درستون سیستم های دیجیتال عوض شد تو بود. خب این معنیش چیه این فلش؟ توضیح بدیم ببینیم اون یعنی چی؟ تطبیق امپدانس یعنی چی؟ خروج بیشتر بگم اگه برین ورودی خروجیت تمام این ستا منتقل میکنه. میگه منتقل نمی‌کردن ما به چه درد میخوره؟ ما بدون تغییر میخواستیم
منتقل کنیم با سیم مشغول. مقاومت‌های ودودوسunu مورد isteyelim. yalnız do saatlerimiz yerine. İşte mesela tələblərimiz olsaydı, mesela müqavimət qurucusu az olur, bizim müqavimət qurucusu çox olar. Siz maksimum یه تقویت کننده داریم بهرش A-B'ye، یه تقویت کننده هم داریم بهرش A-B1 A-B2 خب این هم می‌آیه. خب بگو Sələmlərimizin əgər müqavimət qurucusu az olsa, ikinci müqavimət qurucusu çox olsa, maksimum təməl qalır. bir de Farsi. خب اصلا تقویت کننده چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ بگید müqavimət qurucu kəm. مقاومت ورودی زیاد خروجی چند آره آی بالا آره او آی چرا؟ چون بحث بله جریان تقویت رسونه تقویت کننده جریان میشه تقویت کننده توان یه چیز دیگه است خب اونو انجام میدیم ما تقویت جریان رو انجام میدیم ولی اون تقویت کننده توانه ورودی مقاومت بالا داره که اثر بارگذاری نداشته باشه. خروجی مقاومت پایین داره. اثر بارگذاری اثر بارگذاری میتونه بالا داشته باشه که نه از طبقه قبلی نداریم اینجا ورودیه اولین طبقه است اینجا ورودی سیگنالیه که میخوایم بدیم حداقل جریان مصرفی Usta emeklер mesela ما اینو میخوایم منتقل کنیم به خروجی با ماکسیموم بهره که اینه. آیا این شرط لازمه یا نه؟ چرا؟ مثلا bir daha شما وصل میکنی مثلا به یه سیگنال جنراتور خب استاد اون مقاومت اون یه دونه آرایس مثلا 50 اوم میده اگه اینم باشه مثلا 50 اوم چه اتفاقی میفته؟ نصف سیگنال هم ورودی از دست داده دیگه اگه باشه 500 بهتر 5000 استاد نه من ولتاژ رو چرا مقاومت ما دوست داریم همش بره به ورودی چیز منتقل بشه ورودی اصلی رایگانی معمول ورودی خارجی خب از این دلیل این چی؟ استاد نقد شانس بهنامه تو هنوز دو طبقه نیست هنوز به اون نرسیم خود اینو دوست داریم میگن که این کوچیک باشه استاد oradan veren ayrı mukavemetten muvazzaf edilir. Çok olsa ne من voltaj var çıkar araya onun üstüne arayla mesela اگه شما یه بار اینجا داشته باشی که بار رو مصرف کننده وصل میکنه استاد onda düşer araya onun شما دوست داری ولتاژ منتقل بشه به این درسته؟ اگه این خیلی خیلی بزرگ باشه بیشتر میفته روی این کمتر میفته درسته این؟ ها؟ این روی این فکر کنید ببینید درسته این با این موازی شافه موازی رو کوچیک‌تر یا نه یا سری میشه برید برای جلسه بعد یه تقویت کننده رو ببینید چطور مدل میکنه مدار دو شما یادتونه دیگه مدل چیه یا مدل امپدانس امپدانسه یا یه طرف امپدانسه یه طرف ادمیتانسه این هم چیکار رو میکردیم دیگه درسته کل ورودی رو با یه اما مدار تیونن دیگه یا تیونن یا نورتونه دیگه در ورودی یا تیونن نورتونه در خروجی خب به عنوان تمرین ببینید یه تقویت کننده رو من توی این یه مدار کلی بکشم مثلا این رو بکشم خوبه و اینجا باید چی بنویسم اینجا باید چی بنویسم این طرف خروجی باید چی بکشم خب اینو یه مطالعه بکنید ببینید تقویت کننده چطور مدل میکنه خب بعد بیایم روی اینا بحث کنیم این از این الان میخوایم اینو وصل کنیم به این کافی نشده خب این کافی نبوده
یه طبقه بهره دیگه هم لازم داره. مثلا بهره ما 1 میلیون می‌خواستیم میشد 500,000. یه 500,000 هم بذاریم ضرب در این بشه 1 میلیون. مثلا چی؟ 2 تا امیتر مشترک مثلا یه امیتر مشترک گذاشتم من داره بایاسشو دیگه نمیکشم اینجا رو مثلا بایپاس کردم یه امیتر مشترک گذاشتم VCC RC خب این ورودی منه اینجا یه بهره میگیرم GMRC خب کافی نیستیم میخوام 2 برابرش کنم یا GMRC به توان 2 کنم یه دون دیگه میذارم GMRC به توان خروجی هم از اینجا بعد اصلا یه کاری میکنم میگم که اینم برای اینکه بزرگ بشه بیا منبع جریان بذار که مقاومت بزرگی دیده بشه مقاومت خروجی منبع جریان هم بعضی‌ها مثلا اینطوری نشون مثلا یه آرپی میگه آرهای بزرگ دیده خب طبقه دوم یه لحظه کاری نداشته باشید بهره این آرو هم چون از بار اکتیو داره میاد بزرگ الان بهره کل این میشه چقدر؟ الان بهره کل این میشه چقدر؟ کافی نبود؟ بگو چرا؟ بهره اینو بگید بنویسم دو تا مشترکه دیگه بگید بنویسم اون بهره از GMRC اون وقت رو ببینش مقاومت بزرگ بهره اینو بگو بنویسم GMR مضافر بگو دیگه خب بگو دوباره که گفت GMRO در GMRC مثلا فرض کنیم بایاسشون هم یکسانه GMشون یکسانه خب 1 و 2 بنویسید اینا میشه 1 و 2 خیلی الان چون اینجا GMRC او بود اتفاقا چون اینجا GMRC یعنی چون مقاومت اولی GMR چرا؟ چون مقاومت خود شما از کجا گفتی GMR رو؟ این سیمینگ اینجا چی کاره است؟ از اینجا چه مقاومتی میبینیم؟ آره پای من اندیسا رو میذارم کنار چون کیکی میخوایم توضیح پس این اولی میشه GM RO موازی با آره پای RO موازی با آره پای ضرب در GM بار اکتیو گذاشتم که بزرگ باشه موازیش کردم با یک مقاومت کوچولو عملا شد خیلی هم کوچیک‌تر چون آره نسبت به آره پای خیلی بزرگه مقاومت‌های بزرگ با کوچیک موازی کنیم چه کوچیکی دیگه مجبورم هستی وصل کنید یه کاری که می‌کردید در الکترونیک یک این بود که می‌گفتید که خب بیا اینجا یه خازن بذارید خازن بذاری از نظر چی میشن؟ از نظر AC اینا رو از هم چیکار میکردیم؟ نمیشه خازن هم بذاری نمیشه از نظر DC اینا رو از هم میذاریم پس چیکار کنیم؟ بگید اینو چیکار کنیم؟ یه کاری بکنیم که از اینجا آره پای دیده نشه دیگه یکم بزرگتر بشه این آره پای مگه خراب نمیکنه مقاومت ورودی این دومیه خراب میکنه دیگه یه کاری بکنیم این دیده نشه آره پای دیده نشه از اینجا میام این کار اینا چطوری بستم؟ کلکتور داشتم الان از اینجا چه مقاومتی میبینیم؟ آره آیه مثلا 1 بنویسم آره 1 چقدره؟ آره پای هست این 1 این 2 این 3 هست آره پای 3 به اضافه آره پای 2 بیتای به اضافه آره پای 2 در امیتر این 3 هست
به بتای 3 باید ضرب بشه. قبلا آن پای خودشون میده که الان 100 برابر شد. دیگه اینو نمیتونی اینطوری بنویسی چون این دیگه الان آن پای نیست. الان بهره شما چقدر اینجا؟ از جی ام آر او موازی با آر پای 1 ضرب در جی ام آر سی. آر پای 1 هم اینه. بزرگ شد 100 برابر شد. اگر این آر ترانزیستور بود این آر پای رو به 100 ضرب کنیم اونم هم در همون رنج آر ترانزیستور میشه. بهره باید چقدر زیاد. چیکار کردیم؟ کلکتور مشترک خودش بهرهش یکه. هیچی به بهره حتی یکم کمتر کرد چون از یک کمتره دیگه ماکسیمومش یک 9 دهم 8 دهم ایناست. ولی چیکار کرد اینجا؟ چه نقشی رو ایفا کرد؟ نقش بافری. نقش بافری یعنی چی؟ یعنی چه چیزی این بهره اولی رو خراب میکرد؟ اثر بارگذاری دومی در اول. طبقه دوم در اون طبقه اول اثر بارگذاری داشت به خاطر این آر پای. اصلا هر چقدر شما اینجا بار کسکود بذار بهرت بشه مثلا جی ام آر او به توان 2 موازی میشه با آر پای همه چی بالا میشه. میای این بافر رو میذاری وسط اثر بارگذاری این رو که بهره طبقه اول رو خراب میکرد از بین میره. دیگه وضعیت خیلی بهترش مقاومت رو 100 برابر کرد بتا برابر. این یعنی چی؟ این یعنی اجازه نمیده که از اون طرف سمت راست این طرف لودینگ داشته باشه. این اجازه نمیده که از این طرف به این طرف سیگنال بده. درسته؟ برعکس نمیده دیگه بافر معنیش این هم معنیش از این ور به این ور اثر لودینگ نمیذاره بره ولی از این طرف به اون طرف سیگنال رو هر چی هست منتقل میکنه. یک هر چی هست درسته؟ بهره میشه معنای بافر یعنی سیگنال رو هر چی ایدئالش عبور بده از اون برم بی نهایت بدی. بهترش این بود که مثلا این ضرب میشد خیلی بزرگ که امکان نداره در مثلا اگر مدار اجازه بده 2 تا از اینا بذار بشه بتا به اضافه 1 ضرب در بتا به اضافه 1. ولی اینا یه مشکلاتی به وجود میاره. چی؟ هر طبقه‌ای که شما اضافه میکنید احتمال خراب کردن پهنای بان وجود داره که بعداً به الکترون 3 که وارد شدیم پس یه ترشولد وجود داره آستانی داره نیست که در خاطری طبقه تقویت کننده های عملیاتی رو ببینید معمولاً 2 طبقه بهره که ما اینجا با 1 و 2 مدلش کردیم. طبقه اول ورودی زوج تفاضلی داره و فعال و اینا یه طبقه بهره دیگه داره یه طبقه هم بافر داره یه دونه هم تقویت جریان. کل تقویت کننده های عملیاتی اینطوری. حالا اونجا یه ریزه کاری هایی میکنن مثلا بهره زیاد بشه پاس فرکانسی بهتر بشه. خب پس نقش بافر رو هم دیدید که چی هست این کار رو میکنه. در بهترین وضعیت بهره ایده که ما هم دوست داریم همیشه این نقش رو ایفا کنه بهره رو خراب نکنه بهترش نمیکنه طرف خراب نکنه ولی این نقشش هم ایفا بکنه که نذاره حتی ما دوست داریم همه چی در این طبقه اول رخ بده. یعنی همیشه تلاش میکنن ماکسیموم بهره رو در طبقه اول محقق کنن که تا حد امکان نیاز به طبقه دوم نباشه و این امکانش نیست. معمولا طبقه دوم هم میذارن ولی اون طرح‌های ورودی زوج تفاضلی با بار فعال اینا همش در طبقه ورود. پس این میشه نقش بافر. حالا من اینجا امیتر مشترک گذاشتم شما میتونستی بیس مشترک بذاری. اینجا بیس مشترک بذاری. پی ام پی استفاده کنید. ام پی ان استفاده کنید. اینا دیگه کارهاییه که اون طراح انجام میده. اگه سوالی دارید بپرسید اگه نه یه مقاومت ورودی هم برای حساب کنیم. مقاومت خروجی برای این حساب کنیم. ورودیش که مثل امیتر مشترک میشه.
پس نقش کلکتور مشترک فراموش نشه که برای هر جا دیدید کلکتور مشترک رو ببینید که اینو گذاشته اینجا که اثر بارگذاری طبقه بعدی رو در قبلی کم کنه. هست که نمیتونه بکنه. من هرچی میگم ماتریانستو MDN میگم، اینها رو گفتیم که هیچ فرقی در از نظر عمل کرد و از نظر مدار معادل هیچ فرقی داره. مثلا مفتلش GMP شما رو به اشتباه نمی‌رسه، با هم نداره. از نظر AC شبیه هم. تنها تفاوت‌هایی که PMD با MDN داره اینه که MDN ترانزیستور PMD ترانزیستور بدی نسبت به MDN. چرا؟ چون بتاش. چرا؟ چون اون عاملش حفره است، اون الکترون موبیلیتیش زیاده. مثلا بتای MDN با ابعاد MDN رو ابعادش رو یکی بگیرید، سطح مقطعی نیکل و سطح مقطعی بیس کلکتور اینا رو یکی بگیرید، دوپینگاش هم یکی بگیرید. خب اون بتاش بشه 100، این بتاش میشه مثلا 60. PMD. پس PMD رو به ندرت استفاده میکنن مگه جاهایی که مجبور بشیم، مثلا در بار فعال. اینا رو یادتون باشه که سعی میکنن که از MDN راحت بشن. حضور حساسیت در میرسه. حساسیت یا نه؟ مقدار بتا کاهش پیدا میکنه، نه حساسیتش. Uşaq həssas olar, böyük. Uşaq həssas olar, uşaq deyirsən qovaqlıyar. Böyük amma dönər birim vurar. Uşaq çiçik, amma həssasiyyəti yoxdur. Şimdi beraks oldu. İndi uşaq verir, Bəs həmişə otur dərd ki. Şimdi uşaq bunun testi oldu. Mobilin gəlsi nasıl şəkildə. Uşaqlar dönürlər, vururlar. Usta tayında vermirlər, yaman deyil. Elə yaman deyil. حساسیت خیلی پارامتر چیزیه. ارتفاع متفاوت. حساسیت نسبت به چی؟ به دما، به نقطه کار، به دوپینگ. ولی مهمترینش که معمولا در کاتالوگا مثلا میکشن، بعد نیست برید یه کاتالوگ مثلا 2307 رو نگاه کنید. ببینید چیا داره. اصلا 41 رو کاتالوگش رو نگاه بکنید. من جای شما بودم برای اینکه بدونید قرار این درس به کجا برسید، برید یه اصلا 41 هم تو گوش بزنید یا آقا شو نگاه بکنید. من بنویسید چیز در ساده ترین حالت که اون ترانزیستور منابع جریان به شکل منبع جریان نه ترانزیستور. ببینید که زن چی میفهمید از این. خب بحث بعدی چیه؟ امبلانس خروج. پس ما یه مداری داریم اینطوری